فصل اول بین النهرین. نخستین مناطق روستایی که تمدن شهری بر آنها بنا نهاده شد بین النهرین و مصر بودند. این زمان تقریبا مصادف با هزاره چهارم پیش از میلاد است. در دوره‌های بعدی به همین سان و ظاهراً به طور مستقل تمدن‌های دیگری نیز شکل گرفت، ولی از عوامل اصلی شکل‌گیری تمدن غرب وجود دره‌های فرات و نیل بود. در واقع تا 3000 سال بعد از وجود دره‌های فرات، تاریخ بیشی از نیمی از گستره تمدن دنیای غرب که تحت تأثیرشان قرار داشت، همان تاریخ این دو سرزمین و مناطق اطرافشان بود. اقوام این دو تمدن با یافتن راهی برای به حرکت درآوردن و هدایت استعداد و توانایی انسان در مقیاسی وسیع‌تر از آنچه که در جامعه روستایی وجود داشت، دستاوردهای عجایب‌آوری را در تمام زمینه‌های فعالیت بشری سبب شدند که شاید برجسته‌ترینشان ریاضیات، مهندسی، معماری و هنرهای تجسمی باشد. بین‌النهرین به سرزمین واقع در میان دو رود دجله و فرات اطلاق می‌شود. این دو رود از کوههای آسیای صغیر سرچشمه می‌گیرند و سپس به طرف جنوب و جنوب شرقی به پیش می‌تازند و به خلیج فارس می‌ریزند. در روزگار کنونی این دو رود پیش از ورود به خلیج فارس به صورت یک رود در می‌آیند و شط العرب را تشکیل می‌دهند، اما در روزگار باستان این دو رود به دلیل پیشروی خلیج فارس دارای دو مسبب جداگانه بودند. سیلاب‌های موسمی منطقه طبقه‌ای از گلوله‌ای بر جای نهادند و سبب حاصلخیزی زمین می‌شدند و در نتیجه ایجاد تمدن را در این ناحیه امکان‌پذیر می‌ساختند. سومر. تقریبا مسلم شده است که سومریان نخستین مردمی بودند که تمدن را بنا نهادند. قومی که پیدا نیست از کجا آمدند، ولی گویا ابتدا در کشورهای کوهستانی که احتمالاً ایران باشد میزیستند و سپس به جنوب بین النهرین مهاجرت میکنند و احتمالاً در آنجا جمعیت روستایی را به اطاعت از خود در میآورند. در هزاره چهارم حدود 12 شهر سومری و شاید هم بیشتر در قسمت‌های سفلای دجله و فرات به وجود میآیند که هر یک بر گرد معبدی ساخته می‌شوند. در اطراف این شهرها نیز روستاییان به کاشت غلات و پرورش خرما و احشام مشغول بودند. اگرچه معمولا یکی از شهرها بر دیگران سلطه داشت، ولی در امور داخلی خود بسیار مستقل بودند و تغییرات چندانی در سطوح بالا صورت نمی‌گرفت. تمدن سومری بر اساس نظام دولت شهر بوده است. روحانیان و مقامات رسمی با در دست گرفتن مایملک خدایان و اداره آنها بر کار کشاورزی، املاک معبد و ساخت و مرمت کانال‌های آبیاری نظارت می‌کردند. مشوق تجارت و صنعت بودند. ثروت جمع می‌نمودند و معابد نیز نه تنها مکانی برای عبادت و کانونی برای آموزش و تعلیم به شمار می‌رفت، بلکه در امور مالی هم به صورت نهادهای دقیق و کارآمد عمل می‌نمود. در زیر دست این طبقه حاکم گروه شهروندان آزاد قرار داشت که کارش صنعت و کشاورزی بود، ولی زیربنای اجتماع را بردگان تشکیل می‌دادند که یا زندانی جنگی یا شهروندانی بودند که چون استطاعت در پرداخت دیون خویش را نداشتند، آزادی خویش را از دست داده بودند. بنای تمدن سومری عمدتاً بر داد و ستد قرار داشت و توسعه آن با رشد قابل ملاحظه‌ای تجارت میان شهرهای مختلف و اقوام بیگانه همراه بود. در این سرزمین که کمتر سنگ وجود داشت و فاقد الوار به اندازه کافی بود، تنها مساله ساختمانی که از طبیعت به دست می‌آمد گل و نی بود. ساکنان بین النهرین به فواید نی‌های بلند فراوان موجود در باتلاق‌های بین النهرین پی بردند و بیشتر بناهای خود را با آنها برپا می‌نمودند. سومری‌ها برای حفاظت بیشتر بخش بیرونی خانه‌های خود را با لایه‌های ضخیمی از گل می‌پوشاندند و چنین به نظر می‌رسید که خانه از گل ساخته شده است. هنوز هم عرب‌هایی که در سرزمین‌های باتلاقی زندگی می‌کنند همان روش را برای ساخت خانه‌های خویش به کار می‌برند. معماران بین‌النهرین در کار معماری از طاق زدن و ساختن بناهای طاق‌دار هم اطلاع داشتند. منتها به نظر نمی‌رسد که این نوع معماری در آن ایام چندان معمول بوده باشد. اهمیت این نوع سازه در معماری 3000 سال بعد شناخته می‌شود، یعنی زمانی که تمدن‌های اتروریا و روم به آنجا توجه نشان داده‌اند. زیگورات. مشهورترین اثر معماری تمدن سومر زیگورات است. این زیگورات‌ها احتمالاً به منظور برافراشته شدن تا خدایانشان محل سکونتی شبیه به کوه‌هایی که در اصل از آنجا بودند شبیه باشند.
برخی باستانشناسان زیگورات‌ها را پلکانی عظیم و پلی بین معبدهای تحتانی که مراسم روزمره مذهبی در آنها انجام می‌گرفته و عبادتگاه فوقانی که نیمه راه آسمان و زمین بودند و در موارد خاص انسان‌ها و خدایان در آنجا با هم دیدار می‌کردند توصیف نموده‌اند. یکی از قدیمی‌ترین زیگورات‌های تمدن سومر، زیگورات آنو که حدوداً مربوط به 3000 تا 3500 قبل از میلاد است، میباشد. آنچه از کاوش‌ها و تحقیقات باستانشناسان میتوان فهمید این است که تمدن سومر ساخت زیگورات‌ها را وامدار معماری دوره قبل از خود، یعنی دوره اوروک، منطقه‌ای بین بغداد و بصره کنونی میباشد. در این زیگورات هسته مرکزی آن که اختصاص به معبد داشت نسبتاً دست نخورده از حوادث و بلایای طبیعی باقی مانده است. این معبد به خاطر استفاده گچ در دیوارهای آن به معبد سفید معروف است. معبد سفید بلندترین نقطه در زیگورات آنو است. پلان معبد به صورت مستطیل شکل است که پشتبندهای منظم تزئینی به نمای خارجی آن جلوه بسیار زیبایی می‌بخشند. از این پشتبندها در تزیین دیوارهای داخلی معبد نیز استفاده شده است. در ورودی این معبد در ضلع جنوب غربی آن قرار دارد و ورود به آن به کمک یکی از رشته پله‌ها امکان پذیر است. زائر پس از عبور از یک هشتی کوچک خود را در درون مقصوره معبد می‌یافت. این هشتی کوچک یکی از چندین اتاق نسبتاً کوچک دیگری بود که در دو سوی دو ضلع طویل معبد قرار می‌گرفت و در ورودی همه آنها به یک مقصوره بزرگ راستگوشه باز می‌شد. در یک گوشه تالار بزرگ مقصوره یک سکوی قربانگاه به بلندی 1.30 سانتیمتر قرار داشت و راه باریابی به بالای آن با کمک چند پله باریک امکان پذیر بود. در برابر قربانگاه و به فاصله اندکی به طرف مرکز صحن یک میز هدایای آجری برپا شده بود. همان گونه که بیان گردید ورودی اصلی بنای معبد در سمت جنوب غربی قرار دارد، درست در خلاف جهت اصلی پله‌های زیگورات. طولانی بودن مسیر حرکت در زیگورات‌های بین‌النهرین و نتیجتاً عدم دسترسی آسان به آنها زائرین را برای ورود به این معابد آماده می‌ساخت. یکی از معروف‌ترین زیگورات‌های تمدن سومر، زیگورات اور که حدوداً مربوط به 2100 سال قبل از میلاد است که امروزه در منطقه مغیر در سایت تل المغیر در کشور عراق قابل مشاهده است. این زیگورات مدت‌ها بعد در دوره پادشاهی جدید سومر زمانی بنا شد که سومریان با سقوط امپراتوری اکد دیگر بار به قدرت رسیدند. بقایای شهر اور، یکی از مهمترین شهرهای دوره اوروک، چنین می‌نماید که ویژگی برجسته شهر پرستشگاهی بود که بر فراز قطعه زمینی مسطح و مرتفع قرار داشت. 4 گوشه پرستشگاه رو به 4 جهت اصلی است و سطح بدنه آن با پشتبندهای منظم تزئین شده است. از این زیگورات به ابعاد 62.5 متر در 43 متر تمامی سکوی اول و بخش عمده سکوی دوم هنوز پابرجاست. در جبهه شمال شرق 3 رشته پله دسترسی به بالای زیگورات را میسر می‌سازد. 2 رشته از این پله‌ها چسبیده به بدنه سکوی اول هستند و از 2 سو به سمت بالا هدایت می‌شوند و رشته سوم عمود بر بدنه زیگورات ساخته شده است. هر 3 رشته در ارتفاعی برابر با سکوی اول از 3 سمت به فضای سرپوشیده کوچکی میرسند که در واقع دروازه ورود به طبقات بالای زیگورات بوده است. از این نقطه به بعد راهیابی به طبقات بعدی تنها با یک رشته پله امکان پذیر بوده و در واقع ادامه رشته پلکان عمود بر زیگورات است. اگرچه بخشی از ارتفاع سکوی دوم از میان رفته است، اما محاسبه شیب پله‌ها نشان می‌دهد که ارتفاع حدوداً 5 متری از سکوی اول سکوی دوم قرار داشته است. در یکی از طرح‌های بازسازی این زیگورات سکوی سومی را نیز برای آن منظور کرده‌اند. عمده مساله به کار رفته در ساخت این زیگورات خشت خام است و چون این ماده از لحاظ ساخت و رنگ زیبا نیست، معماران آن دیوارها را به وسیله برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی با فواصل معین آراستند. آشور در حدود هزاره سوم پیش از میلاد، ساراگون یا همون شاروکین اکدی تمدن سومر را به زیر سلطه خود درآورد و قوم اکد یا همون اکاد، یکی از اقوام سامی و همسایه شمالی سومرها را سرور بین النهرین قرار داد.
شروکین اولین پادشاهی بود که در بین‌النهرین یک امپراتوری به نام خود تأسیس نمود. او تمدن سومر را با فرهنگ اکدی درآمیخت و از آن شیوه جنگیدن، کشاورزی، بازرگانی، صنعت و علم را آموخت. حافظه تاریخی ما بناهای بسیار اندکی از تمدن آکدی را به یاد می‌آورد. کاخهایی که به تمدن آکدی در تل الاسمر، کاخ معبد شوسین، نسبت داده شده است، چیزی بیش از یک خانه شخصی نیست و به هیچ وجه بنایی شاخص یا اثری هنری به شمار نمی‌رود. حدود 2000 سال پیش از میلاد، اقوام ایلامی از ایران و اموریان از سوریه که هر دو از اقوام سامی بودند، از شمال غرب به قلمرو آکدی‌ها تاختند و دولت شهرهای بزرگی بنیان نهادند که در بین آنها تا 2 قرن جنگ و خونریزی حاکم فرما بود. در این راستا سرانجام حمورابی پادشاه اموری به جنگ و کشتار پایان داد و بابل را سرور سراسر بین‌النهرین نمود. حمورابی که 42 سال حکومت کرد در قانونگذاری پرآوازه بود و بخشهایی از فرامین او که بعدها در شوش به دست آمد حکایت از مرتبه والای روند قانونگذاری در بین‌النهرین بود. حدود قرن ششم قبل از میلاد آشوری‌ها امپراتوری تازه‌ای تأسیس کردند و قلمرو حکومتی خویش را بر تمامی بین‌النهرین گستراندند. تمدن آشور اساساً تمدنی شهری بود. میان کاخهای امپراتوری آشور در شهرها و خانه‌های روستاییان اختلاف فراوانی وجود داشت، ولی تضاد مهم میان شهر و روستا مربوط به تجهیزات شهری بود که در شهرهای آشوری یافت می‌شد. شهروندان در پس دیوارها و برج‌ها و باروهای شهر می‌زیستند. محیط این دیوارها وسیع بود و برای باغ و فضاهای باز در شهر امکانات بسیاری وجود داشت. هرگاه شهر کوچک بود، روستایی وسیع در مجاورت آن قرار داشت. محل‌های اجتماع نزدیک دروازه‌ها و میدان‌ها بود که در آنجا مردم برای انجام معاملات، گفتگو و یا داوری درباره برخی از مسائل گرد هم می‌آمدند. ارک شروکین یکی از بناهای مهم تمدن آشور، ارک سلطنتی شروکین که مربوط به حدود 706 تا 742 قبل از میلاد است، موسوم به دور شروکین در عراق است. دور شروکین مساحتی برابر 1750 در 1650 متر را در بر می‌گرفت. در هر ضلع باروی شهر 2 دروازه با برج‌های عظیم در داخل و خارج آن ایجاد شده بود، مگر در ضلع شمال غربی که مکان قرارگیری یکی از دروازه‌ها به سکوی وسیعی به بلندی 12 متر اختصاص یافته بود و حدوداً نیمی از آن بیرون از شهر قرار گرفته بود. این سکو در اصل از یک تپه سنگی طبیعی تشکیل می‌گردید که نمای آن با سنگ‌های آهکی چیده بودند. مجموعه ارک سلطنتی شروکین بر بالای این سکو قرار داشت و حصاری که به گرداگرد آن کشیده بودند آن را به صورت دژی مرتفع و مستحکم درآورده بود. این مجموعه مساحتی نزدیک به 400,000 متر مربع و بیش از 200 حیاط و اتاق را در بر می‌گرفت. طرح معماری مجموعه متشکل از چندین حیاط است که هر کدام به وسیله اتاق‌های باریک و طویلی احاطه شده‌اند. هرچند که تمامی حیاط‌های مجموعه از یک الگوی هندسی پیروی می‌نمایند، ولی چشم‌انداز کلی ارک نامتقارن طراحی شده است. ارتباط محیط داخلی ارک با دنیای خارجی به وسیله بزرگترین حیاط میسر بود. در سمت راست این حیاط ادارات و بخش‌های خدماتی کاخ قرار گرفته بود و در سمت چپ آن معبدی با 3 شبستان بزرگ و 3 شبستان کوچک برای 6 خدا ساخته شده بود. در سمت غرب و شمال این حیاط دسترسی به قسمت‌های اصلی ارک از طریق چند حیاط میسر می‌گردید. جنوب غربی ارک به معبد 6 خدا و یک زیگورات 4 گوشه به طول 43 متر در هر ضلع اختصاص یافته بود. این زیگورات در اصل به صورت 7 طبقه و در ارتفاع هر طبقه 6 متر طراحی و ساخته شده بود. نمای زیگورات را با پشتبندها و فرورفتگی‌های تزئین و سطح بیرونی طبقات آن را نیز رنگ‌آمیزی کرده بودند. عمده تفاوت این زیگورات با بناهای مشابه قدیمی‌تر در بین‌النهرین در نحوه دستیابی به طبقات بالای آن است. رشته پلکانی که طبقات گوناگون این زیگورات را به هم مرتبط می‌ساخت و به صورت مارپیچ گرداگرد بنا را می‌گردیدند. پهنای راه پله در حدود 1.8 متر بود و در لبه بیرونی آن تزئین کنگره‌ای داشت.
ساختمان‌های مسکونی این مجموعه بدون استثنا حیاط‌های بیرونی و اندرونی داشتند که به وسیله یک تالار بزرگ راستگوشه و به موازات آن یک تالار مشابه اما کوچکتر از هم جدا می‌شدند و ارتباط آنها نیز از طریق همین دو تالار میسر بود. افزودن بر آن در انتهای تالار بزرگ دری بود که به راه پله گشوده می‌شد. شکل باریک تالارها و دیوارهای ضخیم آنها ناشی از کاربرد خاص مصالح و نوع سازه متداول آن زمان در بین‌النهرین یعنی خشت خام و سازه طاقی بود. نمای عمومی مجموعه نیز از یک دیوار حجیم کنگره‌دار تشکیل شده بود و در دو طرف دروازه طاقدار آن دو برج چهارگوش قرار داشت. دور تا دور این دیوار همچنین روی برج‌های آن را با کتیبه‌هایی از کاشی‌های لعابدار با رنگ‌های درخشان پوشانده بودند که حاصل آن ساختمانی مجلل و با شکوه بود. دروازه‌های شهر و دروازه‌های ارگ نقشه مشابهی داشتند. هر دروازه را دو برج از بیرون و درون در میان گرفته بود و درون راهروی هر یک از دروازه‌ها دو اتاق برای نگهبانان دروازه و مأمورین گمرک در نظر گرفته شده بود. دیوار دو سوی راهروی دروازه‌ها را با تخت سنگ‌های آهکی پوشانده بودند و این امر تا حد زیادی از خرابی دیوار بر اثر اصابت بدنه عرابه‌ها و دیگر وسایل حمل و نقل جلوگیری می‌کرد. از دیگر عناصر مهم این دروازه‌ها لاماسوها بودند. لاماسوها تندیس‌های سنگی دو گاو بالدار غول‌پیکر با سر آدم بودند که از شهر و کاخهای پادشاهان آشوری و عمدتاً بین‌النهرین محافظت می‌کردند. بابل جدید امپراتوری قدرتمند آشور سرانجام در سال 612 قبل از میلاد در برابر اتحاد مادها و سکاها که از مدتها پیش سرزمین آنها را تهدید کرده بودند تاب مقاومت نیاوردند و از پای درآمد. اندک زمانی پیش از آن یک فرمانده نظامی کلدانی به نام نابوپولاسر در جنوب بین‌النهرین اعلام استقلال کرد و خود را پادشاه بابل خواند. سلسله‌ای که این کلدانی بنیان نهاد 70 سال دوام یافت و در این دوره نبوپولسر و پسرش بختالنصر بر بابل حکومت راندند. آنچه این دوران کوتاه را در تاریخ جهان مهم می‌نماید بیشتر به سبب شهرت معماری آن است. حدود 2 قرن بابل صاحب باغ‌های معلق بود. ساختار باغ‌های معلق متشکل از 4 تختان آجری بود که در کنار فرات قرار داشتند و با لوله‌کشی از همین رود انبوه درختان پرگل، بوته‌ها و گیاهانی که بر تختان‌ها رویده بودند آبیاری می‌شدند. بختالنصر کاخی با شکوه و زیگوراتی برپا داشت. این زیگورات همان برج بابل است که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است. همچنین وی تأسیسات و بناهای مهمی از جمله 8 دروازه عظیم و باروی مستحکم در شهر بابل ساخت. شهر بابل مهمترین یادمان دوران بابل جدید معماری خود شهر بابل، بناها، تأسیسات و سازه‌های وابسته به آن بود که بین سالهای 612 و 539 قبل از میلاد ساخته و تکمیل گردید. شهر بابل تقریباً به شکل چهارگوش بود و حدوداً محوطه‌ای به طول 2.5 کیلومتر را پوشش می‌داده است. رود فرات که اکنون از کنار ویرانه‌های این شهر می‌گذرد، در آن زمان شهر را به 2 قسمت تقسیم کرده بود. پیرامون شهر یک حصار درونی کشیده بود، اما بختالنصر برای اینکه دشمنان نتوانند به آسانی شهر را تصرف خود درآورند، یک حصار بیرونی نیز برای آن احداث نموده است. محوطه وسیع حد فاصله این 2 حصار با خانه‌های خشتی و گلی و کلبه‌های حصیری که میان نخلستان‌ها پراکنده بودند، حومه شهر به شمار می‌رفتند. حصارهای شهر بابل از نظر ساختار معماری جالب توجه بود و در دوران باستان مورد تحسین فراوان قرار می‌گرفت. حصار که به برج‌ها و خندق‌های متعدد مجهز بود، از 2 دیوار موازی آجری و خشتی تشکیل می‌شد که فاصله میان آن دو با خاک پر شده بود. عرض حصار بیرونی بیش از 20 متر بود و 2 عرابه 4 اسبه به راحتی می‌توانستند بر فراز آن از کنار یکدیگر عبور کنند. بدین سان نقل و انتقال سریع سپاه از نقطه به نقطه دیگر شهر ممکن میشد. مهمترین قسمت شهر مرکز دیوار شمالی قرار داشت. این قسمت به شکل دژ مستحکمی بود که کاخ اصلی درون آن قرار می گرفت. در امتداد این دژ به سمت شمال و بیرون از حصار شهر کاخ دیگری متعلق به بختالنصر
قرار داشت. ساخت این کاخ متعلق به زمان نبوپولسر است، ولی در زمان پسر او یعنی بختالنصر تکمیل شد. معماری این کاخ مجموعه‌ای از چند واحد مشابه بود که هر کدام حیات وسیعی داشتند. در جنوب این مجموعه یک تالار پذیرایی راستگوشه بسیار بزرگ قرار داشت. بخش‌های خدماتی واقع در شمال و جنوب واحدهای کوچکی بودند که از یک حیاط و تعدادی اتاق در پیرامون آن تشکیل می‌گردیدند و شباهت کامل به خانه‌های شخصی داشتند. صحن مقدس زیگورات محوطه‌ای وسیع به ابعاد تقریبی 400 در 450 متر را در بر می‌گرفت که با دیواری محاط و دارای 12 دروازه بود. 4 دروازه دیوار جنوبی از میان 4 واحد ساختمانی متعلق به خدمه معبد می‌گذشت. دروازه اصلی در دیوار شرقی قرار داشت و از میان 2 حیاط بزرگی می‌گذشت که دور تا دور آنها را انبارهای اشغال می‌کردند. درون زیگورات از خشت خام و قسمت‌های خارجی آن به ضخامت 15 متر از آجر بود و نمای آن را با پشتبندها و فرورفتگی‌هایی تزیین کرده بودند. شکل زیگورات 4 گوش و طول هر ضلع آن 91 متر بود. دستیابی به طبقات بالای زیگورات از 3 طریق و 3 رشته پله در جبهه جنوبی امکان پذیر بود. 2 رشته موازی با بدنه زیگورات در ارتفاع 30 متری پس از رسیدن به طبقه اول پایان می‌پذیرفت. پلکان اصلی عمود بر زیگورات بود و در ارتفاع 40 متری به طبقه دوم می‌رسید. بر اساس توصیف باستانشناسان این زیگورات دارای 7 طبقه و ارتفاع آن در مجموع 91 متر بوده است. بر بالای 7مین طبقه معبدی برپا بود که سطح آن با آجرهای لعابی به رنگ آبی تزیین شده بود. 8 دروازه که هر کدام با نام یکی از خدایان نامگذاری شده بود در نقاط مختلف حصار شهر گشوده می‌شدند. دروازه شمال غربی مهمترین دروازه شهر بود. این دروازه که با راهی تشریفاتی به درون شهر مرتبط می‌شد وقف الهه بابل ایشتار بود. این دروازه مانند اغلب دروازه‌های بین‌النهرین شامل یک دالان طویل بود که بر فراز آن برجک‌های نگهبانی قرار داشت که مشرف به اطراف و اتاق‌های نگهبانی بودند. اما جالب‌ترین جنبه دروازه ایشتار تزئینات با شکوه آن است. تمامی آجرهای این دروازه روکش لعابی داشتند و با تزئینات هندسی و نقشه‌های برجسته گاو نر، بز و اژدها آرایش شده بودند. ایلام همسو با تمدن سومر در بین‌النهرین در منطقه جنوب غربی ایران نیز به تدریج تمدن جدیدی پا به عرصه ظهور گذاشت. تمدنی که بنیانگذار اولین دولت مرکزی در منطقه جنوب غربی ایران بود و در طول موجودیت خود از اوایل هزاره سوم تا حدود قرن هفتم قبل از میلاد منشأ شکوفایی هنرهای مختلف بود. تمدنی که خود را سرزمین خدا مینامید. نخستین قوم ساکن جنوب غربی نجد ایران که مربوط به کم و بیش شامل لرستان و خوزستان و بخشی از جلگه‌های جنوب شرقی بین‌النهرین است، هویت تاریخی یافتند و صاحب زبان و فرهنگ متمایزی شدند. ایلامیان سخت‌کوش بودند. در هزاره دوم پیش از میلاد ایلامیان بابل را تسخیر کردند و قلمرو خود را وسعت بخشیدند. آنچه که در صفحات تاریخ با نام تمدن ایلامی می‌شناسیم بر اساس یافته‌های باستانشناسانی است که با بررسی ایشان از شهرهای مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد به دست آمده است و این آگاهی اگرچه به هیچ وجه کامل نیست ولی جنبه‌هایی از تمدن ایران را به ما نشان می‌دهد. در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهر باستانی شوش ویرانه‌های دورونتاشی قرار دارد که یکی از شاهان ایلامی به نام اونتاش هوبان در اواسط قرن 13 پیش از میلاد آن را بنا نمود. این شهر از 3 حصار تو در تو تشکیل شده بود. دیوار بیرونی حدود 1200 متر طول و 800 متر عرض دارد که احتمالاً دیوار دفاعی شهر را تشکیل می‌داده است. دیوار دوم که 4 گوشه است، هر ضلع آن 400 متر طول دارد و درون آن حصار سوم جای می‌گیرد که زیگوراتی را در بر دارد. چغازنبیل در وسط شهر دورونتاشی زیگوراتی قرار دارد که بزرگترین نمونه محفوظ مانده معماری ایلامی محسوب می‌شود. این زیگورات که به زیگورات چغازنبیل معروف است طبق یافته باستانشناسان بر روی معبدی بزرگ ساخته شده که هر ضلع آن حدود 100 متر طول دارد. زیگورات چغازنبیل مربع شکل و هر ضلع آن حدود 105 متر است. گوشه‌های این مربع دقیقاً با 4 جهت اصلی قطب‌نما تطابق دارد.
مساله زیگورات را خشت خام تشکیل میداد و نمای بیرونی آن به شیوه بناهای مذهبی بین‌النهرین و با جرس‌های تزئینی و به فواصل معین و یک نواخت با آجر آرایش شده بودند. در پیرامون زیگورات دیواری کشیده بودند که 7 دروازه داشت. لازم به یادآوری است که عدد 7 یکی از مهمترین و مقدس‌ترین اعداد نزد ایلامیان بود. به رغم ویرانی زیگورات چغازنبیل و با بررسی بقایای موجود آن میتوان گفت که ارتفاع زیگورات 5 طبقه چغازنبیل در اصل چیزی حدود 52 متر بوده است. ارتفاع اولین طبقه 8 متر و بلندی طبقه دوم حدود 12 متر بوده است و طبقه سوم و چهارم که از بین رفتند به احتمال قریب به یقین همین ارتفاع را داشتند و بنابراین ارتفاع از سطح زمین تا کف معبد فوقانی زیگورات در حدود 43 متر بوده و بلندی تمام ساختمان چیزی حدود 52 متر بوده است. ارتفاع باقی مونده برای زیگورات در حال حاضر حدود 24 متر است. پلکان زیگورات چغازنبیل در نوع خود یگانه است، برخلاف زیگورات‌های بین‌النهرین که در آنها دسترسی به معبد فوقانی صرفاً از یک سمت امکان پذیر بود و پله‌ها از بیرون به صورت مارپیچ و یا در یک خط مستقیم به طبقات بالا می‌رفتند. چغازنبیل این دسترسی در چندین مرحله از درون و از طریق پلکان‌های مسقف تونل مانندی انجام می‌گرفت. راهیابی به صفه طبقه اول که در واقع همان بام اتاق‌های پرشده پیرامون معبد اولیه بوده است، از هر 4 سمت امکان پذیر بود. در این طبقه تنها پلکان سمت جنوب غربی به طبقه دوم کشیده می‌شده و پلکان دیگر به همان صفه طبقه اول منتهی می‌شد و سرانجام در صفه طبقه دوم صعود به طبقات سوم و چهارم با رشته پلکان جدیدی در جبهه جنوب شرقی امکان پذیر بود. از آنجایی که ارتفاع هر طبقه در حدود 10 متر بوده و با توجه به شیب بسیار اندک پلکان، ارتفاع هر پله بیش از حد و صعود یک مرحله سخت کننده بوده است. معمار ایلامی دست به ابتکاری دیگر زد و با ایجاد 2 ایستگاه میان راهی بالا رفتن از یک طبقه به طبقه دیگر را طی 3 مرحله امکان پذیر کرد. در نتیجه صعود کننده می توانست در میان راه با توقف در ایستگاه‌ها تجدید قوا نماید. اما هدف معمار از ایجاد این ایستگاه‌ها تنها رفع خستگی جسمانی نبوده، بلکه او ظاهراً می‌خواست چشم‌نوازی مناسب از لحاظ بصری نیز برای زائران فراهم آورد. سقفی که پلکان‌ها را به صورت تونلی باریک و تاریک درآورده بود، تنها همان پلکان‌ها را پوشش می‌داد و ایستگاه‌ها به صورت فضاهای باز غیر مسقف رها شده بودند. در نتیجه زائر می‌توانست پس از گذشتن از تونل تاریک در هوای لطیف ایستگاه روباز نفسی تازه کند و خود را برای صعودی دیگر آماده سازد. از معبدی که بر بالای طبقه 4 برپا گردیده بود اثری بر جای نمانده است. در باورهای دینی ایلامیان این معبد محل سکونت شخصی خدا قلمداد میشد و تنها افراد و شخصیت‌های مهم جامعه از جمله کاهنان بزرگ و خانواده شاهی حق صعود بدان جایگاه را داشتند. برای مؤمنان عادی معبدی دیگر بر روی زمین و در کنار زیگورات برپا بود تا آنها نیز بتوانند از دور به زیارت خدای خود نائل آیند و او را نیایش کنند. به نظر می‌رسد ایلامی‌ها قاعدتاً در تزیین معبد زیگورات میبایست از آجرهای لعابی فیروزه رنگ مربع شکل استفاده کرده باشند، چرا که بقایای این آجرها به وفور در سایت زیگورات به جای مانده است. ظاهرا این شیوه تزیین ویژه ایلامی‌ها بوده است که آنها نخستین کسانی بودند که استفاده از آجرهای لعابی در تزیین نما را در خاورمیانه ابداع نمودند. بجز آنچه که ذکر شد نمونه بهتری از هنر معماری ایلامی وجود ندارد. هنگامی که در این سرزمین در سال 537 پیش از میلاد به تصرف دولت هخامنشی درآمد، هخامنشیان هنر و تمدن ایلام را به ارث بردند و یا به نوعی آن را به نابودی کشاندند و این غروبی غم‌انگیز برای تمدن پرشکوه ایلام بود.